برادران و کسا السلام علیکم. همه یک موضوع دارم. مرا چند ماه شید پرسیده سبدین انا جواب نمیدادم. من نمیدونم شما را چی بها میدادین اکا در موضوع رالیک میگفتن که اکاش بودید و درد بود چی بود یا بار گپ نمیزنی یا بار نمیپرسیش خبرش نمیگیری. مثلا من هیچ چیز را جواب نمیدادم خب میکردم برای نمی روزا که مقصد ایختش پرسین. سلام علیکم برادرو. خوبیم برادران خوبه. مقصد خطایی کردیم جزام را گرفتیم با قانونی با برآمدیم. همه مردم توزیسان همه مقاماتو بخشش میپرسم. ما مزم نبود شلوکی خوبم و دلشی هم اسپرید میکنم اسلام میکنم خطایی ما همه تا دوست میدارم کدام را خفه کرده باشم عذر میپرسم به هر می ندارم من اونایی که دستگیریم کردن و خصوصا همه کرم و دیگه برادران پرزیدنت چی با مطرح نمی اومدم خبرگیری اکوش شنیدن که بعد مانند دیدن میگن که اینا ما خودم میدونم مادر ما الله تعالی ما در همین باره 24 ساعت خبرم بود میگم خطا نمیکنیم. زنده باشین. خدا نمتن گبون رمضان برای راست مزه شد ساس 100% شد جزاش گرفت برآمد اینا الحمدلله همه قوی دویای کار برا سر میکنه. ان شاء الله رپوی نما انتظار باشین. زنده باشین.